بدانید به هیچ کس حتی به بدن رشته باریکی که در شکاف هسته خرماست ظلم نمی شود. حدیث داره که سگ 10 خصلت خوبه. یه صفتش این که راضیه از صاحبش، استخون خالی بهش بده، لثه گوش بده، غذا حتی نده. خیلی عجیب. گربه اینجور نیست. گاهی جلو گربه زری رو پنیر میذاری ارث باباش اما طرف داره، چپ چپ نگاه میره، گوشت لخ میخواد، نمیخوره اینو پنیر. اما سگ نه، 10 صفت خوب داره. یکیش راضیه به هر چی صاحبش، یکی با وفاست، در خونه صاحبش رها نمیکنه، صاحبش داده بیرونش میکنه از خونه، عصبانی شده در خونه رو میبنده، اما سگ نمیره، همونجا نشسته حیوشی بر میکنه میره در خونه کیوا میشه بره تو. اینقدر خوبه. ما 2 دفعه دعا کنیم دعا مستجاب نشه با خدا قرار